الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان کانال یوتیوب مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان، دیدار شما را به این مقام خیر مقدم و امید میکنیم که خداوند کریم چند لحظه صحبتی که ما با شما داریم در موضوع سهم دانشمندان تاجیک در گسترش علوم اسلامی از یکدیگر فایده بریم. اگر روی این موضوع سوال باشد، پرسش باشد، تلفن مرکز اسلامی در زیرپای آن نوشته شده است و ما در این موضوع میخواهیم با شما چند وقت خود را سپری کنیم. بینندگان عزیز، از دیروزی که در سامانه مرکز اسلامی موضوع درج گردید و در شبکه به در ثبت گذاشته شد، روی این موضوع بعضی سوال ها، بعضی پرسش ها شدند و پیش از آنی که بنده به سوال ها جواب دهد، اولا میخواهم که روی این موضوع در حدود 10 زیاده یا 15 دقیقه وارد موضوع شوم تا اینکه بیننده عزیز مقصد از موضوع چی است و مقصد از این صحبت امروزه ما چی است آگاه گردد. اینجا پیشکی ما باید به سهم شما و به نظر احترام شما رسانیم که مقصد هیچ شکل دعوا نیست، مقصد بلند برداشتن یا که تحقیر یگان ملت و قوم نیست. فقط بیان اون چه که گذشتگاه ما و شما در بابت گسترش اسلام سهم ارزنده گذاشته هستند، بیان یک قطره از بحر آن مهنت ها و آن ارزش های دینی و مذهبی است که برای بشریت پیشنهاد کرده هستند. چون میخواهم وارد موضوع شوم با حدیثی که امامان حدیث از جمله حضرت امام بخاری رحمت الله علیه، حضرت امام مسلم و امام ترمذی و دیگران روایت کرده هستند در شأن مردم تاجیک و فارس که رسول اکرم بر روایت های گوناگون در کتاب های نام برده شده بیان شده است که یکی از آن روایت ها میگوید لو کان الدین عند ثریا لتناوله رجل او رجال من ابناء فارس، یعنی که اگر علم در روایت دیگر دین و در روایت دیگر در روایت های و نشانه آن است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ نسبت هیچ قوم و ملت چنین بشارت را دادگی نیست. شما خوب بدونید که قرآن کریم و حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما در علوم اسلامی همچون نص اعتراف شده است و یگانه ملتی که در این نص و از این نص برخوردار شده است در مسئله علم این مردمی تاجیک فارس هستند و همه اعتراف دارند و همه آن را قبول دارند که در طول تاریخ فرزندان این ملت برای گسترش علم علوم اسلامی خدمت‌های با سزای گذاشتگی هستند. در همین حدیث‌های روایت شده حضرت امام سیوطی رحمت الله علیه که این کس اصلا مصری بودن، تالیفات زیاد دارن، میگن کتاب نوشته هستند در مناقب امام اعظم رحمت الله علیه، میگن که منظور از این حدیثی که امامان حدیث روایت کردن که مرد یا مردانی از فارس است، میگه که این مرد است و مراد از آن میگه ابو حنیفه رحمت الله علیه امام اعظم است، زیرا که از فرزندان فارس هیچ یکی به مقام و مرتبه‌ای که او در اسلام نوشتگی بود نوشتگی نیست. و به خاطر چی شاید در ذهن بعضی‌ها رسد که شخصیت‌های دیگری چون شاه محدثان امام بخاری رحمت الله علیه از این فرزندان این ملت هستند و دیگران. ما باید یادآور شویم که وقتی که امام اعظم رحمت الله علیه اولین بار پایه‌های مذهب را که عبارت از قرآن و حدیث و اجماع و قیاس و دیگر پایه‌ریزی کرد، تا آن زمان قرآن کریم در بین امت اسلامی مشهور و قرای زیادی در آنجا از آن استفاده و مردم تعلیم دادند. وقتی که بعد قرآن حدیث های رسول اکرم را دویم پایدیواری شریعت اسلام بیان کرد، بعد از آن محدثان بزرگ
چون سوهایسیتا و دیگران میان بستند و به جمع حدیث پرداختند. یعنی که امام اعظم رحمت الله علیه اولین نفری است که پایه‌های جمع شرعی را، یعنی که شریعت باید از چی عبارت باشد، بیان کرد و گذاشت. یعنی اول قرآن و دوم حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بعد از این شروع شد به جمع آوری حدیث و به تدوین کتاب های حدیث. بنابراین تمام علومی که بعد زینه به زینه پیدا شد و مکمل شد، همه آن در همه آن سهم با سزای حضرت امام اعظم رحمت الله علیه می باشد. و دیگر باید یادآور شویم که با فتواهای امام اعظم چلی که در بین ما و شما معلوم است، زبان دوم اسلام زبان تاجیکی فارسی گشت و بنابراین ما باید یادآور شویم که تا قرن 18 رسما دو زبانی بود که هر کسی که میخواست وارد آن شود یا به زبان عربی یا به زبان تاجیکی فارسی وارد دین مبین اسلام شد. من یک لحظه دقت شما بیننده عزیز رو به آن جلب میکنم که سرزمین های مسلمانشین را اگر ما در ذهن خود بیاریم، یعنی گیوگرافی آنها را یک تصور کنیم، از امروزه بنگلادش یعنی که هندوستان شرقی سر کرده به ملک هند، پاکستان امروزه، خراسان، ماوراءالنهر، سرزمین های ترکستان تا اویغورها و رفته به کوکاز تا ترکیه و از میانه بگم اگر تا سرحد عراق، همه نفرانی که میخواستن که وارد سرچشمه های اصلی دین مبین اسلام شوند، خواه نخواه آنها به زبان تاجیکی وارد این دین و این علم شدند. و باقی از عراق سر کردم به نیم جزیره عرب، دولت های عربی و تا شمال افریقا و اندلس به زبان عربی وارد آموزش دین مبین اسلام گشتند که در این سهم به واسطه فرزندان فرزانه ملت تاجیک چون ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه و به خصوص نفر دیگری که کمتر یاد می شود، یعقوب لیثی صفار است، اساسگزار دولت صفاریان. زیرا که این نفر اولین نفری بود که در گسترش و آموزش زبان تاجیکی سهم باسزایی گذاشت و بعد او، یعنی که بعد صفاریان، سامانیان آن را به قله‌های بلند رساندند. یعنی که فقط با فتوا این عمل پیاده نمیشد، این عمل به گسترش نمیافت. یعنی که در بعد فتوای امام اعظم رحمت الله علیه سهم به واسطه یعقوب لیثی صفار در تاریخ تاجیکستان به نهایت مهم و نظررس است. مقصد از بیان این سخنان چی است؟ ما برای چی سخنان بیان کردیم؟ به خاطر آن است که امروز ما در دنیای قرار داریم که شکل نوی دولت سازی ها به وجود آمدگی است. شکل نوی دولت سازی ها به وجود آمدگی است و در این دولت سازی ها زیادتر کوشش میکنند که فرزندان یک ملت را حسود کنند و ارزش های کتابیات، تالیفات یا که هر چیزی که نباشد، یعنی که از باقی مانده تاریخ و تمدن یک ملت و یک خلق را از آن خود کرده به فرزندان خود معرفی کنند. بنابراین مقصد ما از بیان این موضوع آن نیست که ما دعوای یا که نسبت یک ملت یا قوم نظر منفی داشته باشیم. مقصد ما همین است که در این گیر و دار دولت سازی ها، تاریخ سازی های نو، ما باید فرزندان فرزانه ملت خود را حفظ کنیم و آن را به امروزه و آینده ها بیان کنیم که آنها فرزندان فرزانه ملت تاجیک بودند. و در محتوای سخنی که من در اینجا بیان کردم، اصلا آن چیزی که وارد شدگی است در بابت آنی که حضرت سلمان فارس را رضی الله تعالی عنه را حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشاره به آن کس کردند و قوم او را گفتند، یگان جای شک و شبهه نیست. من با تاریخ پیش از آنی که وارد سرزمین‌های ماوراءالنهر و تاجیکستان امروزه شوم به طریق عمومی بیان میکنیم که از علوم برجسته که اساسهای دین مبین اسلام از آن سرچشمه میگیرد، اکثر و در اکثر فرزندان این ملت قرار گرفته هستند. اگر ما در دنیای اسلام
6 کتاب مشهور حدیثی که مشهور با کتاب‌های سوهای سیته، یعنی که 6 کتاب صحیح مشهور است. اگر یاد کنین همین 6 نفر همش از فرزندان همین ملت تاجیک هستند. یا اگر ما از مکتب‌های قرائت که امروز معمول شده است و 7 مکتب قرائتی که در جهان بسیار معلوم و مشهور است، از همینا 4 نفرشون اصلی آنها از فرزندان ملت تاجیک است. یا بزرگترین مورخان اگر ما یادآور شویم در صحیفه تاریخ بینیم، چون امام طبری، فخرالدین رازی و ده ها نفرانی که حتی شاگردای ابن عباس و شاگردان او بودند، همه آنها از فرزندان ملت تاجیک و فارس هستند. یا بالاتر از همه زبان گراماتیک زبان عربی، اساسگذار گراماتیک زبان عربی، یعنی زبان عربی رو گراماتیکش رو کی بنیاد گذاشته است؟ اساسگذار گراماتیک زبان عربی، پایه‌گذار آن، یعنی که در قالب معین علمی داخل کردگی آن شخص با نام سیبوی هست که او نیز از فرزندان همین ملت ما و شما ملت تاجیک و فارس است. و کتاب بنوشته است با نام کتابش الکتاب است. یعنی که اگر ما بسیار در حد ساده کده گپ زنیم، یاد دادگی هستن و مردم که باید شما چه کلمه تلفظ کنید، خب گراماتیک زبان شما از چی عبارت است و شکل درستش چگونه است. یعنی اگر ما کدام سمت و کدام طرفی از موضوع دور نزنیم، اگر نبینیم، ما میبینیم که فرزندان ملت تاجیک در این بابت سهمی باسزای گذاشتگی هستند. من وقتی که کتاب مقدمه ابن خلدون رو، عبدالرحمن ابن خلدون رو ورق میزدم که در عصر 14 و 15 گذشتگی است، یک سخن عجیب یافتم و همون رو میخواهم برای شما بیان کنم. میگه این کس در تونس تولد شدگی است و در مصر از دنیا گذشتگی است. اساسگذار علمی سوسیولوژی میگن، یعنی که جامعه شناسی است و اولین نفری که اصول علم تاریخ رو بنیاد گذاشتگی است. همین کس در بابت علوم اسلامی و گسترش آن بسیار معلومات‌های دقیق می‌دهد و بیان می‌کند که عین حال گسترش علوم اسلامی در شرق سرزمین‌های اسلامی، یعنی که خراسان و ماوراءالنهر رو بیان می‌کند. یک عبارت دارد، می‌خواهم برای شما بخوانم که از فایده خالی نیست. میگه و من در مصر بر تالیفات متعدد متعلق به مرد از بزرگان هرات، یکی از شهرهای خراسان آگاهی یافتم و آن مرد مشهور به سعدالدین تفتزانی است. از جمله آنها یکی در علوم کلام و اصول فقه و بیان بود که گواه بر آن است که او را ملکه راسخه در این علوم است و هم نشان می‌دهد که او از علوم حکمت اطلاعاتی دارد و در دیگر فنون عقلی دارای پایگاه بلندی میباشد. یعنی چون عبدالرحمن ابن خلدون بر این شخصیت‌های برجسته دنیای اسلام، دنیای امروزه ما و شما که او را همه کس اعتراف کردگی است، او کس انگشت تحسین و شرق اسلام به سرزمین‌های تاجیکشین میکند که من تالیفات این کس را دیدم، میگه سعدالدین تفتزانی را. و در اون وقت میبینه که زمان عصر میانگی زمان اطلاعات نبود، هر سه بود به واسطه کتاب، رساله، تالیفات مردم با آن سر و کار میگرفتن و مردم با آن چیکار میکردن؟ بهای یکدیگر را میدادن. از بعضی تالیفات سعدالدین تفتزانی عبدالرحمن ابن خلدون بهای بیان و بیان کردگی است که مردم شرق اسلامی در سطح چنین بلند علمی قرار داشتند. بیننده عزیز، میایم با همه اونچه که زمین‌هایی که مردم فارس تاجیک نشستگی بودن زندگی میکردند و میکنن، آن را ما رها میکنیم و میایم با امروزه سرزمین ماوراءالنهر، یعنی پس دایره امو که در این سرزمین از شخصیت‌های مشهور و بزرگ کیها زندگی کرده هستند، چه تالیفاتی دارند و برای امت اسلامی چی میراث مونده هستند. ما باید یادآور شویم که بخارای شریف مرکزی که امیران سامانی همچون یک تمدن بزرگ
بینا کردن با بغداد رقابت علمی داشت. اگر شما تاریخ نرشخی و تاریخ نرشخی نظر کنید، در آنجا در صفت ابو حفص کبیر بخارایی و فرزند او ابو عبدالله بیانات میگه و میگوید که من همین عباره ها را برای اونایی که بسیار مسئله های دقیق علمی است میخواهم برای شما بیان کنم. پیش از اونی که وارد این موضوع شوم، یک مختصرا در بابت علمای برجسته ماوراءالنهر که در علم عقاید و علم فقه در جهان اعتراف شده هستند و آنها کتاب‌های آنها، تألیفات آنها از جمله بزرگترین تألیفات ها می شود، از فرزندان ملت ما و شما تاجیک و فارس به طریق مختصر یک بیان میکنیم و در حالت زندگی نامه ابو حفص کبیر بخارایی یک لحظه ایستاده میگذاریم. از جمله شخصیت‌های بسیار برجسته و بزرگی که در علم عقاید سرآمد علمای ماوراءالنهر بود، این ابو منصور ماتوریدی سمرقندی است که او کس کتاب توحید، کتاب‌های زیاد نوشته است از قبیل کتاب تاویلات اهل سنت در تفسیر قرآن، کتاب‌های زیاد دارد و کتاب توحید او سرآمد کتاب‌ها در در علم عقاید است. و همچنین ابوالقاسم حکیمی سمرقندی صاحب کتاب سواد اعظم، ابو مطیع معقول ابن فضل نصفی کتاب رد علی اهل بدع، نجم الدین عمر نفسفی کتاب صاحب کتاب العقاید النصفیه، کتاب عقیده نصفی صاحبش، ابو المعین نصفی صاحب تفسیرات الادله، ابو یوسف محمد بزدوی صاحب کتاب اصول الدین، مولانا محمد شریف بخارایی یکی از محشی یعنی که حاشیه‌نویسان بسیار برجسته علوم عقاید است. و اینجا در بابت وقتی که علم عقاید یک لحظه ما سخن ما رفت، باید به معلومات بیننده عزیز رسونیم که در آخر همین ما با تشبث مرکز اسلام شناسی جمهوری تاجیکستان 1155 سالگی بزرگداشتی ابو منصور ماتوریدی سمرقندی جشن گرفته می شود. این شخصیتی که بسیار در دنیای اسلام بسیار سهم باسزایی گذاشته است در علم عقاید و از جمله نفرانی است که در علم سرآمد علمای دنیا بوده که یکی از کتاب اصول دین در مقدمه کتاب اصول دین بیان میکند، میگه که بابای من میگه عبدالکریم بزدلی میگه شاگرد بواسطه ابو منصور ماتوریدی سمرقندی بودند و در بابت نوشت کتاب خود اصول دین یک چیز عجیب میورد، میگه که کتاب میگه توحید که آن را شیخ ابو منصور تالیف کرده است اندک پیچیدگی و دراز بیانی و در ترکیبش یک نوع دشواری جای دارد وگرنه ما کفایت میکردیم. من برای این عباره رو برای شنونده و بیننده بیان کردم به خاطر آن است که امروز در دایره دانشمندان و نفرانی که با علم عقاید سر و کار دارند و میخواهند که روی موضوع اندیشه کنند، بعضی فکرها و اندیشه های غلط دیده می شود. از قبل که آنها گویا که یک نوع تضاد و مخالفت بین عقیده امام اعظم و امام ماتوریدی رو در ذهن خود جای می‌دهند، گویا که امام ماتوریدی رحمت الله علیه عقاید او با راه و روش حضرت امام اعظم رحمت الله علیه نباشد. همه اینها فکرهای غلط هستند. در اون چیزی که از مقدمه اصول دین برای شما بیان کردم و خواندم، معلوم است که حضرت امام ماتوریدی رحمت الله علیه در زمانی که زندگی کردگی بود و همون ضرورت بود که بر همون شکل پیچیده و شکل بسیار بلند علمی در دایره اون وقت مکتب‌های معتزلی و قدری و دیگر بیانات و جواب‌های محکم بدهد. بنابراین روش نوشت این کتاب با چیزی که محمد بزدوی برای ما بیان کرد کمی پیچیده و مشکل بود. لیکن کتاب دیگری و کتاب اگر ما تاویلات اهل سنتی ابو منصور ماتوریدی رو بینیم در علم تفسیر خیلی روان و چی است ببینیم که نسبت کتاب توحید آسان‌تر و سبک‌تر است. بنابراین
ما باید درک کنیم که در هیچ جای، در هیچ تاریخ نویسان، تذکره نویسان و حتی فرقه شناسان در هیچ جا عقاید امام ابو منصور ماتوریدی و امام اعظم رو با یکدیگر ضد ماندگی نیستند. هر تعلیقی که در بین متکلمین و آنهایی که به علم عقیده سر و کار دارند بیان شدگی است، اختلافات و نظراتی که اختلافی که بین ابو منصور ماتوریدی و بین ابوالحسن اشعری است از آن بیانات داده است. یعنی بعض اختلافات جزئی که میان این دو امام عقاید اهل سنت و جماعت بیان شدگی است، آن رو بیان و بررسی کرده هستند و در هیچ جای بیان شدگی نیست که عقیده امام اعظم یا عقیده ابو منصور ماتوریدی با عقیده امام اعظم رحمت الله علیه مخالف باشد. حتی که ما میتونیم بیان کنیم که حضرت ابو منصور ماتوریدی سمرقندی این نفر شارح علم عقاید حضرت امام اعظم رحمت الله علیه است. چقدر که شارح فقه حضرت امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن و دیگران بودند، شارح عقاید او این ابو منصور ماتوریدی سمرقندی است. من برای فهم و درک بیننده میخواهم سند علمی ابو منصور ماتوریدی را اینجا برای شما خوانم که کلام امام ماتوریدی شرح عقاید امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که توسط شاگردان مکتب حنفی ابو نصر ایازی، نصیر ابن یحیی بلخی، احمد ابن اسحاق جزجانی که به واسطه ابو سلیمان جزجانی به امام ابو یوسف و امام محمد شیبانی شاگردان امام اعظم به امام اعظم رحمت الله علیه میرسد. یعنی که سلسله علمی امام ابو حنیفه یک از کی علم را گرفته است و به کدام واسطه به امام اعظم رحمت الله علیه میرسد، این چی است؟ معین است. همچنین امام ابو منصور ماتوریدی نزد امام مقاتل رازی که شاگرد امام محمد شیبانی و ابو موتی بلخی است کسب علم کرده است. یعنی سندهای علمی ابو منصور ماتوریدی سمرقندی با سندهای دقیق و ثقه به ابو حنیفه رحمت الله علیه میرسند. بنابراین نفر دیگری از بزرگان ما و شما با نام کمال الدین بیاضی در کتاب اشارة المرام فی عبارات الامام بیان کرده است که همه آن چیزی که ابو منصور ماتوریدی سمرقندی در بیان عقاید اهل سنت و جماعت آن را بیان کرده است، همه آنها برگرفته شده از کلام و آرای عقایدی امام اعظم رحمت الله علیه است. من این سخنها را در حاشیه بزرگداشت 1155 سالگی حضرت ابو منصور ماتوریدی سمرقندی بیان کردم. از این منبر بارهای زیاد استاد عبدالواحد حامدزاده درباره عقاید امام ابو منصور ماتوریدی و دیگر اعضایان شورای علما نیز در این بابت صحبت‌های زیادی داشتند و این ماه که ماه ابو منصور ماتوریدی سمرقندی است، این بر بنده نیز استفاده کرده خواستم که روی این شخصیت کمی هم که باشد برای شنونده بیانات داده باشیم. و دیگر این اگر در بابت فقه آنی که در ماورالنهر یعنی که سرزمین‌های ما و شما آمدگی است، اگر ما معلومات پیشنهاد کنیم، حتما خواه و ناخواه ما میاییم بالای شخصیت چون ابو حفص کبیر بخارایی. این شخصیت شاگرد به واسطه شاگرد خود امام محمد شیبانی رحمت الله علیه است. یعنی شاگرد امام اعظم رحمت الله علیه است که علم فقه را از امام محمد شیبانی گرفته. سالهای زیاد اول در بلخ و بعدا به بخارا آمده، مردم را در این شهر به تعلیق و تدریس و بیان مکتب بزرگ حنفی کرده است و آنها را به همچنین یک شخصیت برجسته برای مردم معرفی نموده است. ما اینجا یک مختصر کوتاه در بابت ابو حفص کبیر بخارایی که یک فرزانه ملت تاجیک است و باید داور شویم آنچه که نرشخی در تاریخ خود بیان میکند، امیر اسماعیل سامانی با دستگیری به واسطه پسر همین کس ابو عبدالله در حاکم شهر بخارا شدگی بودند که این مثال این شخصیت این خاندان در تحکیم دولتداری تاجیکان سهم باسزایی داشته هستند. من به بیننده عزیز مختصر چون سخن درباره سهم دانشمندان تاجیک است، میخواهم مختصر درباره ابو حفص کبیر بخارایی اینجا خوانم که
ابو حفص احمد بن حفص ابن زبرقان ابن عبدالله ابن بحر بخاری در بخارا سال 150 هجری تولد شده، سال 217 هجری وفات کرده است که برابر میشد با سال 767 میلادی تولد و سال 832 میلادی وفاتش است. یعنی که سالی که امام اعظم رحمت الله علیه از دنیا گذشتند، ابو حفص کبیر بخاری در آن سال تولد شده است. خب دانشمند، اصولی، فقیه، قاری و محدث حنفی، از بنیانگذاران و ناشران مذهب حنفی در ماوراءالنهر با عنوان سند فقهای ماوراءالنهر، فقیه مشرق، شیخ ماوراءالنهر کبیر بخاری، معلم اسلام و امام حجت برار یاد می شود. ابو حفص کبیر فقه را در عراق از محمد ابن حسن شیبانی شاگرد امام اعظم رحمت الله علیه و حدیث را از وقیع ابن جراح و حشیم ابن بشیر و جریر ابن عبدالحمید آموخت و روایت کرد. این کسا در اون زمان هر کسی که محدثی برجسته میشد بعد او کس فقیه میشد. هر کسی که محدثی برجسته میشد بعد او داخل علم فقه شده میتونست. ما باید وقتی که در اسرای 7 و 8 میریم باید این رو حتما یاد بگیریم که مرتبه و مقام فقها برای آن بلند بود که آنها محدث بودند. آنها از سندهای بسیار قوی و مشخص و عمیق حدیث رو بیان میکردند. ابو حفص کبیر دارای شاگردان ممتاز چون امام بخاری، حاتم ابن نصر ابن مالک غژدوانی، محمد ابن ابی جراح بخاری، احمد ابن عمر ابن داود و پسرش ابو عبدالله محمد ابو حفص صغیر بود. او در بخارا درباره امام بخاری چنین گفته بود: حدیث را از او بنویسید زیرا او شخصی بزرگ خواهد شد. یعنی در اول تعلیم امام بخاری رحمت الله علیه از حضرت ابو حفص کبیر بخاری علم حدیث آموخته است و علم فقه آموخته است. امام نرشخی در تاریخ بخارا میگوید و بخارا به سبب وی قبة الاسلام شده است و سبب اون که اهل بخارا با علم شدند و علم در وی فاش شد و ائمه و علما محترم گشتند، سبب او بوده است. یعنی که بخارای شریفی که امروز ما فرزندان ملت تاجیک فارس با او فخر میکنیم، یکی از نفرای اساسی که چلیک نرشخی بیان میکند در این کار سهم ارزنده دارد، این ابو حفص کبیر بخاری است. نظریه فقهی و اخلاقی ابو حفص کبیر در کتاب‌های چون فتاوای عالمگیریه، المحیط البرهانی، تخریج من فتاوای ابو حفص کبیر، خیرات الفقها، صلات مسعودی، 4 کتاب، مسلک المتقین، تنبیه الغافلین، مکاشفه القلوب و تحفه العابدین درج کرده است. ابو حفص کبیر از جمله راویان معتمد 6 کتاب محمد شیبانی که به ظاهر روایه معروفند میباشد. آثار خود ابو حفص کبیر با نام الهوا و الاختلاف، الرد علی اللفظیه، الرد علی اهل الاهوا، فتاوای ابو عبدالله و تخریج من فتاوا ابی حفص کبیر البخاری، یعنی که این تالیفات خود همین شخص است. یعنی ببینید که فرزندان ملت تاجیک تا چه اندازه توانستگی هستند که در گسترش علوم اسلامی سهم با سزای خود را گذاشته هستند. ما اینجا به خاطر چی از محدثان بزرگ چون امام بخاری رحمت الله علیه و شخصیت‌های برجسته دیگر یادآور نشدیم؟ به خاطر آن است که این موضوعی که ما شما صحبت میکنیم بسیار معجز است، وقتی معین دارد. امید میکنیم که در برنامه‌های دیگر شخصیت‌های دیگری دانشمندانی که در این ساحت تبحر دارند روی این موضوعها صحبت‌ها میکنند. فقط ما طریق وارد شدن علم شریعت به ماوراءالنهر و سهم دانشمندان ماوراءالنهر یعنی تاجیک در گسترش علوم اسلامی را می‌خواهیم به طریق مختصر و موجز برای شما بیان کنیم. زیرا که در حدیثی که ما با شما همچون نص گفته آن را بیان کردیم که ائمه حدیث در حق فرزندان ملت تاجیک آمدگی است، آنجا هم کلمه علم آمدگی است، لو کان العلم، لو کان الدین، لو کان ایمان، حتی که ایمان هم آمدگی است. ما فقط در موضوع علم دین بیان کردیم. اینجا ما علم مطلقی که بیان علم مطلقی که ما اینجا گفتگی است اون رو برای شنونده ما تا اندازه بیان کردگی نیستیم. گوش میکنم. سلام علیکم. و علیکم السلام.
سلامت باشه گوش میکنین. مرحبا. سواد اعظم سلامت باشه. معلومات در بابت کتاب سواد اعظم حکیمی سمرقندی. سلامت باشه. ان شاء الله گوش میکنین که جواب این. بیننده عزیز، ما باید یادآور شویم که در حدیثی که روایت کردیم همونجا ایمان اومدگی بود، هم علم اومده بود و هم دین اومده بود. اگر ما مطلق گیریم، شخصیت‌های برجسته که دنیا در پیش آنها به زانو زدگی هستند، چون ابوعلی ابن سینا، چون بیرونی، چون و ها کسای زیادی که ما داریم، این موضوع دیگر است. این حدیث گوشه اون موضوع دیگر است که روی آن دانشمندان اینستیتوت تحقیقاتی تجربه آموزی عمل و کارهای علمی میکنند. ما فقط در یک گوشه همین حدیث و از همون یک گوشه سرزمین‌های تاجیکشین به یک گوشه امروزی که جغرافی ما و شما است آمدگی هستیم. خواستیم که از همین گوشه چیکار کنیم؟ کمی معلومات برای شما پیشنهاد کنیم. و اینجا سوالی که بیننده از ما برای ما پیشنهاد کردن در موضوع کتاب سواد اعظم حکیم سمرقندی. ما در روی خطی که اینجا برای بیننده خواندیم، از جمله نفرانی که در علم عقاید اسلامی بسیار سهم با سزای گذاشتگی هستند، از جمله آنها که بودند، از جمله آنها حکیم سمرقندی، ابوالقاسم حکیم سمرقندی بودند. در همین نقطه مسئله رو به امارت ماوراءالنهر و خراسان گماشته شد و امیر شد. اختلافات مذهبی و فقهی کمتر، مذهبی بین زیاد بود. گروه های معتزلی، گروه های کرامیه و دیگر مذهب های دیگر، قرمطیه و دیگر ده ها و بخصوص مذهب های زیاد عقیدتی در بین مخالفت و بحث و مناظره یکدیگر بودند و تا اندازه در مسئله تنجی امنیت دولت سامانیا خلل وارد میکردند. و امیر اسماعیل سامانی در سال 1903 اگر خطا نکنم تمام دانشمندان و بزرگان ماوراءالنهر و خراسان رو جمع کرد و از آنها خواست که کتاب تعریف کنند در عقیده اهل سنت و جماعت که آن را برای دستورالعمل معتقدین پیشنهاد کرده شود. در این شروع حکیم سمرقندی که قاضی سمرقند و نسبتا جوان هم بود، به همین وظیفه رو به او سپردند و او کس کتاب سواد اعظم حکیم سمرقندی، کتاب سواد اعظم رو که در علم عقاید است تعریف کرد. سهم این کتاب در آن است که این کتاب از جانب اینستیتوت اسلام شناسی جمهوری تاجیکستان و خط کریلی چاپ شدگی است، دسترس خوانندگان گشتگی است. این کتابی است که اگر ما مجموعاً از نگاه تاریخ بزنیم، در یک پارچگی عقیدتی دولت سامانیان بسیار نقش بارزی گذاشته است. یعنی حنفیتی که در بخارای شریف، سمرقند، ترمیز، بلخ، مرو، هرات و نیشاپور و دیگر مناطقی که سرزمینایی که در آنجا حنفیان چون مذهب پیشرو انتشار یافتند، سهم این کتاب بسیار زیاد است. و بعد از سامانیا خاندان‌های ترکیه که آمدن این مذهب، یعنی که همین کتاب به وسیله همین کتاب که آنها حنفی مذهب شدگی بودند، مذهب امام اعظم را در گوشه کنار دنیا پهن کردند. یعنی امروز وقتی گفته می شود که از 4-3 حصه ساکنانی که در دنیا زندگی میکنند از مذهب اهل سنت و جماعت، از 4-3 حصه آنها حنفی مذهبند. حنفی مذهب بودن آنها یکی از ریشه های اساسی آن همین کتاب سواد اعظم حکیم سمرقندی است که امیر اسماعیل سامانی با تشبث آن کس این کتاب تالیف و در دایره دولت سامانیان انتشار و بعدا خاندان هایی که بعد سامانیان آمدن آن را به گوشه و کنار اطراف سرزمین های مشرق زمین
پهن کردن و حنفیت به همین یکی از سبب‌هایش، حنفیت به همین واسطه در سرزمین مورانه و بیرون از آن تا ترکیه امروزه پهن و قدرت گیری. و باید یادآور شد که بعد 80 سال در دوره نوح ابن منصور سامانی این کتاب به زبان تاجیک نشر و دسترس عامه مردم گردید. بله. و علیکم السلام. بله بخش موسیقی. های سوالی بسیار خوب. یگان محدث از گئوگرافی امروزه تاجیکستان گذشتگی هست یا نه؟ بسیار سوال خوب. من روی موضوع کمی کار کردگی هستم، انشالله که برای شما معلومات خوب بیان میکنم. اینجا سوال عجیب نفر داده است. بنده هم خیلی از دیروز که تیاری به واخری که داشتیم گفته است، میگه که از گئوگرافی امروزه تاجیکستان، یعنی که امروزه سرزمینی که برای ما و شما به حکم تقدیر میراث گردید، او یگان محدث گذشتگی هست، محدثانی که از همین امروزه سرزمین ما و شما، گئوگرافی ما و شما باشند. من بعضی آنها را که روی خط آورده هستم برای بیننده میخوانم. یک از محدثان بسیار برجسته و مشهوری که استاد هم امام بخاری و هم امام مسلم است، محمد بشارا. محمد بشارا هم شاگرد امام بخاری رحمت الله و امام بخاری در کتاب صحیح خود 25 حدیث از این کس روایت کرده است. اینچنین امام مسلم، شبلی استراشنی و دیگر نفرها از این کسب حدیث کرده هستند. امام بشارا، محمد بشارا در امروزه ناحیه پنجکین، دهه‌ای که استاد لایق شیرالی به دنیا آمده است که دهه سری مزار میگه، همین سری مزار همین خاکدان یا که مرقد حضرت امام محمد بشارا است. اگر نفرانی که هم میدونن حتما رفته از اونجا دیدن کنن، زیرا که این شخصیت استاد اکثر ائمه سوهای سیته است و آنها از این شخصیت کسب علم کرده هستند. خب نفر دیگر با نام شبلی استروشنی، یعنی استروشن، یک از محدث بسیار مشهور است. خب نفر دیگر حافظ ابو علی حسن ابن علی قاضی وخشی، همین وادی وخش که ما میگیم از اینجا گذشته است. بسیار شخصیت برجسته، بسیار در علم های گوناگون بخصوص علم روایت حدیث تبحر داشته است. نفر دیگر ابراهیم ابن نصر ابن حسن وخشی، این یک نمونه است، نمونه‌ای که ما بعضی آنها را چیکار کردیم برای بیننده بیان کردیم، میخوایم بیان کنیم که در همین دایره گئوگرافی امروزه تاجیکستان شخصیت‌های برجسته که در علم حدیث بسیار ممتاز بودند و سرآمد ائمه حدیث بودند گذشتگی هستند. و یک نفر دیگر با نام عبادی بن موسی ختلی، ختل گفته خطلون میگه، همین کس بسیار شخصیت برجسته گذشتگی هستند. شاگردانش امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داوود، امام ابی اعلا و دیگران شاگردان همین که هستند، شاگردان عبادی بن موسی ختلی هستند. این ختلی ها یک محله رو در عراق داشتند، در اونجا زندگی میکردند و اکثر آنها، یعنی خطلانی ها، با علم حدیث و دیگر علمات تا بر ریاست و تا حاکمی مصر و دمشق حکومت کردگی هستند که اینها از نظر تاریخ کمی دورتر موندگی است. یا اینکه نفر دیگر از علمای ختلی میخوام برای شما بگم که سلیمان ابن داوود ابو ربیعه ختلی، این کس شاگردانش امام مسلم از او حدیث روایت کردگی است، امام ابو یعلا هم از او حدیث روایت کردگی است. یعنی که فقط من محدثای اینجا برای شما یادآور شدم که نمونه محدثا اینجا مردم خوجند هستند، محدثان مشهور، مردم دیگر منطقه‌های تاجیکستان هم هستند که ائمه حدیث، امامان حدیث از آنها حدیث روایت کرده هستند و در گسترش دین مبین اسلام بسیار سهم باسزای گذاشتگی هستند. ما باید که من بعد
روی این شخصیت ها کار کنیم و این شخصیت ها رو باید که به فرزانه ملت تاجیک معرفی کنیم. منظور از آوردن من این سخنان به خاطر آن نبود که ما از دایره نو بس از آنی که امروز تقسیم گئوگرافی مرزها چگونه شدگی است نیست، فرزندان ملت ما در کجایی که نباشند ما باید از آنها چیکار کنیم؟ صاحبی کنیم. یعنی که ما نگذاریم که امروزه به اصطلاح پاسپورت آنها با نام دیگران شود، با نام دیگر ملت ها شود، زیرا که آنها از مادر تاجیک به دنیا آمده هستند و به مقتضای نصی که برای شما بیان کردم رسول اکرم صلی الله علیه و بیان کردگی است. جای شک و شبهه نیست، باید این اعتراف باید باشد، اقرار باید باشد و کسانی که دانش اصلی و بیم که وجدان و ایمان دارند آنها اعتراف میکنند که میراثبران اساسی دین مبین اسلام و گسترش دهندگان اساسی علوم اسلامی و غیره، ما علم دیگر را دست نزدیم تا وابسته و حواله به متخصصان میکنیم. این چی هستن؟ فرزانه ملت تاجیک هستند و غیر از محدثان شخصان زیادی هستند که مثال در دایره گئوگرافی امروزی تاجیکستان از قبیل میر سعید علی حمدانی، شخصیت برجسته دنیای اسلام، خب مولانا یعقوب چرخی خب که در همین دوشنبه خاک شدگی است، خب میر سعید علی حمدانی در شهر بستانی کلاه، حاتم اعصم در فیض آباد امروزه و دیگر نفرای ما میتونیم چیکار کنیم؟ یادرس کنیم. خب همچنین اولین شیخ الاسلام ابوالحسن علی ابن حسین ابن محمد سعودی که به نام و یکمین نفری که وظیفه به اینکه مقام مرتبه شیخ الاسلامی رو گرفتگی است، اینی که است این شخصیت در طبقه استادان محمد بزدوی بیان شدگی است. بنابراین بیننده عزیز اینجا منظور باز یک بار دیگر در جنبست صحبت میخواهم برای شما این نکته رو بیان کنم که منظور از بیان بعضی علما و دانشمندان اسلامی که در سرزمین ماوراء النهر گذشتگی هستند این هیچ شکل برتری دادن یک قوم ملت به قوم ملت دیگر نیست. فقط در مرحله نوی تاریخ سازی ما میخواهیم بیان کنیم که اینها از فرزانه ملت تاجیک هستند و برای جهانیان میراث ارزنده باقی گذاشتگی هستند. یعنی اینها تعلق اصلا برای اینا شخصیت ها برای جهان تعلق دارند. اینا نفرانی هستند که جهان از اینها فایده گرفتگی است و از اینها استفاده کردگی است. اینا برای منظوری ما از این صحبت ها همین بود. و در آخر خلاصه صحبت میخواستم که و پیشنهاد میکنم به ریاست مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان، خب به شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان که روی این موضوعی که ما به طریق پراکنده و جا جا از فرزانه ملت تاجیک از خدمت‌های آنها برای بیننده صحبت کردیم، سر هر وقت یک از این شخصیت‌های برجسته و بزرگ رو برای بیننده ها معرفی کنم. اینها ده ها نفرانی هستند که کتاب‌های آنها، تالیفات اینها، چون مثلا بگیریم اگر صاحب کتابی هدایه شریف و کتابی صاحب کتاب مختصر الوقایه و دیگرها ده ها نفرانی هستند که کتاب‌های اینها به اصطلاح امروزه اگر گپ زنیم در دایره علم فقه جهانگیر شدگی است و ما باید این شخصیت‌ها رو به میراثبران آنها، به اجدادان آنها، به ملتی که آنها سرآمد این ملت بودند باید که بیان کنیم، پیشنهاد کنیم که این ملت در همه گونه علم باید که پیش‌صف و پیشتاز باشد و امید میکنیم که حدیثی که برای شما بیان کردیم و اساس محور موضوع ما این حدیث بود که لو کان الدین عند الثریا لو کان العلم عند الثریا لو کان الايمان عند الثریا، یعنی که اگر علم دین یا علم یا اگر ایمان در ستاره ثریا باشد، مرد یا مردان از فارس آن را میگیرن، از خود میکنن و به بشریت پیشنهاد میکنن. یک گوشه کوتاه آن را که قسمت امروزه زندگی نامه به اینکه سرزمین های ما و شما است برای بیننده بیان کردیم. امید میکنیم که این موضوع برای مردم عمومی باشد، بخصوص ما که در ماه می در ماه ابو منصور ماتوریدی سمرقندی قرار داریم، باید که معلومات های دقیق، پره و شفاف به یگان کینه و عداوت که از جانب بعضی نفرانی که در مکتب های خلاف مکتب
ماتوریدی و ابو حنیفه تعلیم گرفتگی هستند، بعضا سخنان ناخوب و که اندیشه های ناخوب بیان کرده می شود، ما باید که اینها رو به سندهای علمی بیان کنیم که هیچگاه و هیچگاه ابو منصور ماتوریدی سمرقندی با امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در علم عقاید اختلاف نداشتند. چیزی که پیشتر یک بار گفتیم گذاشتیم، بیان و اختلافی که در کتاب‌های فرق و کتاب‌های عقاید و کلام وقتی که دیده می شود، فقط اختلاف بین ابوالحسن اشعری و منصور ماتوریدی سمرقندی است. این دو امام برجسته اهل سنت و جماعت که در مسائل جزئی هستند و بنابراین ما با این وسیله می‌خواهیم که سطح معرفت جهان بینی دینی مذهبی مردم در دینی مذهبی مردم تا اندازه‌ای که باشد تاثیر مثبت داشته باشیم. برای دستاندرکاران مرکز اسلامی که برای ما شرایط مهیا کردند و شرایط مساعد که ما هر هفته نمایندگان خادمان دین، اتحادیه دینی و دیگر ساحه‌ها با شما در باب‌های گوناگون صحبت‌ها دارند و باید یادآور شد که مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان یگانه نهادی است که حق فتوادهی دارد و از بیننده باز یک بار دیگر خواهش می‌کنیم که در مسائل شرعی امروز شبکه‌ها پر از در ناخونک مفتی‌ها شده هستند که از کجا چگونه فتوا دادنشون را هیچ دیگر سر و حساب آنها را نمی‌رود. بنابراین اگر که ضرورت شود در سایت مرکز اسلامی شعبه فتوا است، با آن مراجعت کنند و مقام رسمی است و به اصطلاح گپ زنیم اگر در سخنان خود جواب میگویند، یعنی که جای اعتماد است، جایی است که ما می‌دانیم که سلسله علمی آنها به کجا است، از کجا علم را گرفتگی هستند و به کدام به این دایره علمی میرسد، یعنی که جای معتمد است و شخصیت‌های مذهبی اینجا کار و فعالیت میکنند. از همینا پرسیده شود از هر نفری که هر گوشه دنیا با آرا و فکر و اندیشه های پوچ خود میخواهند ما را فتوا دهند، ما ضرورت به فتواهای آنها نداریم. و چیزی که گذشتگان میگن در علوم هر فقیه مفتی نمیشود، یعنی که اگر فقیهی که اگر ده ها کتاب فقه را خواندگی باشد حق و صلاحیت مفتگی ندارد، فتوا دادن ندارد. فتوای کاری خاص است، عملی خاص است و دایره خاص حق دادن فتوا را دارد. بنابراین در این مسئله باید که بی تفاوت نباشند. یک بار دیگر به همه شما اظهار تشکر برای که وقتی عزیز خود را با ما گذراندید. امید میکنیم که پروردگار تبارک و تعالی تنجی آرامی، صلح و ثبات، همدلی و همدیگر فهمی را از بالای سر ما و شما دور نگرداند. تاجیکستان عزیز همیشه پیشرفت باشد، گل شکوفا باشد و جناب عالی پیشوای ملت خداوند بر حفظ ملتش نگهبان باشد. همه آن تلاش و جهد و کوششی که برای پیشبرد جامعه ما، برای پیشبرد مملکت عزیز ما و شما میکنند، برایشان سربلندی ها، سرفرازی های دنیا و آخرت شما می‌گردد. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین.